سلام خدمت دوستان عزیز. امروز میخوام یه روش نشونتون بدم برای بررسی و بالا آوردن تراس فاکتور اکانت CS2. ما میریم تو سایت گوگل کروم رو باز میکنیم. اینجا تو سایت فیسید ترکر سایت باز میشه. این منوی اول سایته که اینجا آیدی استیممون رو ازمون میخواد و ما میریم تو استیم پروفایل و اینجا URL یا همون کد استیممون رو کپی میکنیم. یک کلیک چپ که بزنیم کپی میشه. میایم تو سایت اینجا پیستش میکنیم و میزنیم برای بررسی. سایت شروع میکنه به بررسی کردن اکانت استیم CS2 استیم شما. خب اینجا استیممون که باز شد 65%. تراس فاکتور منه، بخواد دلیل کم بودنش زیر 1 سال بودن اکانت و وریفای نکردن فیسیته که من تو این محکم مشکل دارم تا ببینیم بررسیش میکنم ببینم حل میشه یا نه. اینجا تمام اطلاعات شما بررسی میشه. اینجا میتونید کسایی که وکبند خوردن از تو فرنداتون اینجا بهتون اینجا دستورش رو میده که به خاطر این مورد تراس فاکتور شما پایین. این موردها رو بررسی میکنیم یکی یکی و میرید تو اکانتتون رفعش میکنیم. اینجا فیل ریتتون، هدشاتتون، مقدار مرچتون که برنده شدید، چه گاهایی شما بهتر زدین، تو چه مپایی چقدر کیل دارین، چقدر مرک دارین، دت دارین. اینجا که اینونتوریتون رو به شما نشون میده. اگه خوشت اومد لایک، سابسکرایب یادت نره. ممنون، سپاسگزارم.